سلام، روزتون بخیر بچه‌های گل پای هفتم. درس ریاضی رو با هم دیگه داریم و قراره با هم دیگه در رابطه با فصل دوم کتاب ریاضیتون صحبت بکنیم. تو این فصل در رابطه با عدد صحیح صحبت کرده. یه پیش مقدمه‌ای داشته باشیم در رابطه با اونچه که می‌خوایم یاد بگیریم. عددهای صحیح چی هستن؟ چه کاربردهایی دارن و تو چه مواردی استفاده میشن و چه کارهایی رو میتونیم باشون انجام بدیم؟ جمع و تفریق و ضرب عدد صحیح چجوری هستش؟ اگر این سطح زمینمون باشه، این قسمت میشه قسمت زیر زمینمون، این قسمت میشه قسمت روی زمینمون. درسته؟ خب اون چه که روی زمینمون قرار میگیره اگر بخوایم ارتفاعش رو بسنجیم، مثلا ارتفاع یک برج رو میخوایم بسنجیم، با عدد مثبت بیان میکنیم. مثلا میگیم مثبت 48 متر، اینجوری. حالا اون چه که زیر زمین قرار میگیره، مثلا یک چاه باشه، چون داره میره زیر زمین میشه منفی، یعنی میشه منفی مثلا 10 متر. چرا؟ چون ما سطح زمین رو مبنا قرار دادیم، این قسمت رو مبنا قرار دادیم و اعداد بالای سطح زمین رو مثبت گرفتیم و اعداد پایین سطح زمین رو منفی گرفتیم. درسته؟ خب همین موضوع رو برای آب و هوا هم بیان میکنن. یعنی چی؟ اگر هوا سرد باشه، مثل زمستون، مثل پاییز، هوا سرد باشه، اگر هوا تو دمای ثابتی باشه و اگر هوا گرم باشه، اومدن یه عددی رو مبنا قرار دادن، گفتن 0 درجه. اگر هوا سرد باشه، مثل این حالت، زمانی که هوا سرده ما با اعداد منفی راجبش صحبت میکنیم. مثلا میگیم منفی 3 درجه، که اینجوری هم مینویسیم منفی 3 درجه، این علامت درجه هستش، 3 درجه سانتیگراد، اینجوری مینویسیم 3 درجه سانتیگراد، یا منفی 4 درجه سلسیوس یا سانتیگراد، اینجوری مینویسیم منفی 4 منفی 3. زمانی که هوای ما سرد باشه. اما زمانی که هوای ما گرم باشه، وقتی هوا گرمه، زمانی که هوا گرمه میتونیم بگیم مثبت 4 درجه سانتیگراد. این مثبت یعنی چه؟ یعنی دما گرمه. این از کاربرد اعداد صحیح تو چیزایی که روزمره داریم میبینیم. یکی بحث هوا بود که اگه هوا گرم باشه با عدد مثبت نشون میدیم، مثبت 22، و اگر هوا برعکسش باشه یعنی سرد باشه با منفی 2 یا منفی 3 نشون میدیم، و اگر هوا هم 0 درجه باشه که یه عدد ثابتی هستش و همون 0 درجه رو نشون میدیم. این از این. اما عدد صحیح باید بشناسیمشون و برای شناختشون نیاز به یک محور داریم. یادتونه دوستان ما عدد طبیعی داشتیم. عدد طبیعی همون عددی هستش که شما توی ابتدایی راجبش حسابی کار کردین و صحبت شده و میدونید. عدد طبیعی چی هستن؟ عدد طبیعی همون عددی هستن که ما باشون از همون اول آشنا شدیم، مثل 1 2 3 4 5، همونایی که میگفتیم مثلا یه دونه پاک کن داریم، 2 تا قلمو داریم، 3 تا مداد رنگی داریم، 4 تا لیوان داریم، مثلا 5 تا بشقاب داریم، 6 تا ساعت داریم. همین عددی که همیشه و همیشه وجود دارن و باشون حسابی کار کردیم و از 1 هم شروع میشن و تا الاخر همینجوری ادامه دارن، 1000 و 2000 و 3000 و همینجوری ادامه دارن، 6 و همینجوری تا آخر. اینا اعداد طبیعی هستن. اما ما یک سری اعداد دیگه داریم بهشون میگیم اعداد صحیح. اینا چه جور اعدادی هستن؟ خب بریم که بشناسیمشون. عدد طبیعی عضو همین عدد صحیح بودن، یعنی یه قسمتی از این اعداد صحیح شده عدد طبیعی، یعنی اینها یه بخشی از اون عدد صحیح هستن که الان میخوام بهتون معرفیشون بکنم. خب بریم عدد صحیح رو بشناسیم و توش عدد طبیعی رو پیدا بکنیم. من الان اینجا یک محور میکشم، روی این محور اینجا عدد 0 رو مبنا قرار میدم. اگر به سمت راست محور برم، یعنی به این سمت حرکت بکنم، اعداد من میشن اعداد مثبت، همون عدد صحیح که با هم دیگه صحبت کردیم، اعداد میشن اعداد مثبت. بنابراین به این شکل به سمت راست پیکان میذارم، 1 2 3 4 و 5. و اگر به سمت چپ بخوام برم، یعنی به سمت منفی ها بخوام برم، اعداد من میشن اعداد منفی. خب بریم که نامگذاری بکنیم. اعداد میشن اعداد منفی، پس به این شکل اینا رو مشخص میکنم.
خب به این ترتیب که اینا مشخص شدن، خب ببینید من الان اینجا از اون اعداد رو اومدم مشخص کردم همونطور که دارید میبینید. توی محدوده و بازه هستش که ببینید این سمتی ها اعداد مثبتن، یعنی همون اعداد طبیعی هم میتونیم بهشون بگیم، یعنی چه من بگم که 1 و 2 و 3 و 4 و 5، چه من بگم مثبت 1. ببینید به این علامت میگیم مثبت کنار 1 قرار گرفته. چه من بگم مثبت 2، ببینید مثبت 2، چه من بگم مثبت 3، چه من بگم مثبت 4، چه من بگم مثبت 5، چه بگم 1 2 3 4، چه بگم مثبت 1 مثبت 2 مثبت 3 مثبت 4 و مثبت 5. پس این علامت مثبته که نشون دهنده اعداد مثبت سمت راست محوره. این قسمت سمت راست محوره، مثبت 1 یا مثبت 2 یا مثبت 3 یا مثبت 4. این علامت نشان دهنده مثبت بودن هستش. خب این از این ماجرا. اما سمت چپ محور چی میگه؟ سمت چپ محور اعداد منفیمون هستن، همونایی که میگفتیم دمای هوا سرده، یا اگر بخوایم زیر زمین چاه بکنیم میگیم منفی 3 متر نسبت به سطح زمین. اینا همون اعداد منفی هستن. عدد منفی همونطور که کاملا مشخصه عدد رو میذاریم کنارش علامت خط فاصله کوچیک یا همون نشان دهنده منفی رو اینجوری میذاریم. عدد مثلا 2 علامت خط فاصله کوچیک یا نشان دهنده منفی، عدد نشان دهنده منفی و به همین ترتیب الی آخر. خب چی رو داره بهمون میگه؟ ببینید الان اینجا میشه منفی 1 منفی 2 منفی 3 و منفی 4 سمت چپ محور یا اعداد منفی یا سمت چپ محور. خب این از این ماجرا. اما پس تکلیف صفر چی میشه؟ صفر هیچ دیگه، صفر همون وسط مبنامونه، نه عدد صحیح مثبته یعنی نه اینا رو شامل میشه، نه عدد صحیح منفی یعنی اینا رو شامل میشه. صفر وسط محور و مبنامون خواهد بود. خب پس به این صورت اینها رو شناختیم. مفهوم قرینه بودن رو بشناسیم. بنویسم اسمش رو، قرینه بودن. این که میگیم قرینه یعنی چی؟ ببینید مثلا اینجا عدد 3 رو داریم، این عدد 3 میخوایم قرینش کنیم، یعنی منفیش کنیم. خب چیکار میکنیم؟ عدد 3 رو میذاریم، علامت قرینه بودن یه منفی کوچیکه یا یک مثبت کوچیکه کنارش، یک منفی یا مثبته، حالا بستگی داره. اما اینجا از منفی استفاده میکنیم، پس یا مثبت یا منفی نشان دهنده علامت قرینه بودن هستن. خب ببینید الان من میام کنار 3 یک علامت قرینه میذارم. خب این میشه علامت قرینه ما. قرینه 3 میشه منفی 3. دقت کردین قرینه شد. خب حالا اگر همین عدد منفی 3 باشه، خب و ما بیایم علامت قرینه رو به شکل مثبت بذاریم، هیچ تفاوتی نداره از مثبتش استفاده بکنیم یا از منفیش استفاده بکنیم. حالا قرینه منفی 3، ببینید اینجا هم قرینه هستش که این نشان دهنده این هستش که مثبت در منفی ضرب میشه و میشه منفی 3، یعنی مثبت خاصیتی رو ایجاد نکرد تو این منفیه. پس اگر بیایم اینجا مثبت رو در مثبت تاثیر بدیم، مثبت همیشه ضرب در مثبت بشه یه مثبت بهمون میده و اگر مثبت بیاد ضرب در منفی بشه یه منفی بهمون میده. ببینید مثبت علنا تغییر خاصی رو ایجاد نکرد، مثبت ضرب در هر چی بشه همون چیز رو بهمون میده. دقت کردین؟ مثبت ضرب در مثبت بشه مثبت رو بهمون میده، مثبت ضرب در منفی بشه منفی رو بهمون میده. خب قرینه منفی بشه صورت اینجوریه. اگر ما اینجا این منفی رو داشته باشیم و این میشه علامت قرینه منفی و داخل کادرمون اینجا عدد 7 رو داشته باشیم، مثبت 7، قرینه مثبت 7 یا منفی که ضرب در این مثبت بشه منفی میکنه داخل این رو. حالا اگر همین قرینه منفی باشه، خب اما داخل این یک
منفی قرار بگیره، عدد منفی قرار بگیره، منفی در منفی میشه مثبت. از این منفی در ضرب در مثبت میشه منفی، اما منفی ضرب در منفی میشه مثبت. خب این از قرینه منفی. پس ما دو جور قرینه داشتیم، یکی قرینه مثبت، یکی قرینه منفی. به شکل خلاصه مثبت ضرب در مثبت میشه مثبت، مثبت ضرب در منفی میشه منفی، منفی ضرب در منفی میشه مثبت و منفی ضرب در مثبت میشه منفی. که به این شکل میتونید شما بفهمید که هر زمان قرینه ضرب در چی میشه و جواب به چه صورتی. کوچولو بریم و تمرین بکنیم. مثلا قرینه منفی 7 قرینه ضرب شده در عدد منفی میشه مثبت 7. مثلا قرینه منفی 3 قرینه ضرب شده در عدد منفی میشه مثبت 3، منفی ضرب در منفی میشه مثبت، منفی ضرب در منفی میشه مثبت. خب این از این داستان. حالا یک قرینه رو اینجوری هم بتونیم در نظر بگیریم. قرینه مثبت که در منفی ضرب شده باشه، مثبت در منفی میشه منفی و میشه منفی 7. قرینه مثبت در مثبت 7، مثبت ضرب در مثبت میشه مثبت 7. به این شکل. حالا اگر دو بار قرینه بخواد تاثیر بکنه نتیجه چی میشه؟ ببینید قرینه اولمون که ایشونه، قرینه این یه قرینه هستش، یه پرانتز رو با به خودش اختصاص میده. قرینه دوممون رنگ رو عوض میکنم، ایشونه، این دو پرانتز هستش، به این شکل خودش رو نشون میده. خب پس ببینید ما دو تا قرینه داریم، یکی قرینه قرمزیمون هستش، یکی قرینه آبیمون هستش. خب تو این حالت چجوری باید جواب به دست بیاریم؟ حالا داخلش هم مثلا یه عدد داریم دیگه. خب داخلش هم که عدد رو بذاریم، عدد مثلا عدد 3. خب چی میگیم؟ میگیم قرینه داخل به بیرون. قرینه این عدد 3 مثبت میشه منفی 3، پس این پرانتز اولمون میشه منفی 3. حالا پرانتز دوم رو داریم دیگه، قرینه این منفی 3، این قرینه مونده دیگه، قرینه این منفی 3 میشه مثبت 3، منفی ضرب در این منفی میشه مثبت 3. بچه‌ها یه نکته اینجا وجود داره. خب ببینید الان قرینه 3 میشه خود 3، چرا؟ چون دو تا قرینه داریم، این یه قرینه، این دو تا قرینه. قرینه 3 میشه خود 3. امتحان بکنیم. قرینه خود 3 رو که میگیم منفی 3 شد، این شد منفی 3، منفی در مثبت میشه منفی. حالا این منفی 3 ضرب میشه در این منفی پشتیه، منفی در منفی مثبت. به این ترتیب عدد 3 به دست اومد. حالا اینجا هم داریم دو تا قرینه هست، این یه دونه قرینه، این دو تا قرینه. چون دو تا قرینه هست عدد داخل رو همینجوری باید بنویسیم. خب امتحان بکنیم. منفی در منفی میشه مثبت، میشه مثبت 3. این مثبت 3 ضرب میشه در این منفی میشه منفی 3. ببینید جواب به دست اومد منفی 3. به این ترتیب قرینه عدد رو شناختیم که خود همون عدد رو میتونیم بنویسیم، یا اینکه ضرب و ضرب هم که بکنیم همون میشه. محورها بحث شیرینی هستش. تو محورها چند مدل محور داریم. اولی که خود همین محور رو میخونیم، از ساده میریم به پیچیده. خود همین محور رو میخونیم. ببینید الان اینجا نقطه مبدأمونه، خب اینجا هم نقطه مقصد این پیکانمون هستش. خب شروع کرده به حرکت دیگه از این نقطه مبدأ، 1 واحد، 2 واحد، 3 واحد، 4 واحد و 5 واحد. عددی که پیکان من اینجا استوب کرده عدد 5 و اینجا میشه عدد 5. درسته؟ خیلی خوب. اینجا رو ببینید اینجوری هم هست. یعنی چی؟ یعنی اومده این دوه رو خودش قفل کرده و این یعنی اینکه این عدد 2 هستش. عدد نقطه مبدأ 2، نقطه مقصد هم 2، پس خود این عدد 2 و مثبت 2 هستش. دو تا پیکان باشه رو باید چیکار بکنیم؟ بله دو تا پیکان می‌خوایم داشته باشیم. پیکان اولمون نقطه مبدأش 0، نقطه مقصد 2. پیکان بعدیمون نقطه مبدأ 2، نقطه مقصد 5. دقت کردین؟ خب چی میشه این دو تا پیکان؟ این دو تا پیکان به این شکل با هم دیگه جمع میشن. چرا؟ چون هر دو دارن به سمت راست حرکت میکنن و در یک جهت هستن. خب میتونیم بگیم که عدد 2 به اضافه عدد اینجا دو تا داریم، 1 2 به اضافه عدد اینجا 1 2 3 تا داریم، عدد 3 میشه عدد 5. اینجا عدد 5 رو داریم که دارید میبینید. این یه مدل پیکانه، پیکان شماره 2. خب یکی رفته به سمت راست، خب اینجا 5 رو دارم میبینم. اون یکی دیگه برگشته به سمت، این سمت راستمه، سمت راست، این سمت چپمه، سمت چپ. اون یکی دیگه برگشته به سمت چپ. چجوری برگشته؟ اینجوری.
خب 5 چند تا برگشته به سمت چپ؟ یکی، 2 تا، 2 واحد برگشته، پس اینجا میشه منهای 2. 5 یا مثبت 5 منهای 2. خب جوابی که بهمون میده میشه 5 منهای 2 دیگه، مثل ابتدایی ضرب و تقسیم میکنیم. 5 منهای 2 میشه 3. چه بگیم 3؟ چه داخل خود محور پیدا بکنیم این 3 رو؟ چجوری توی محور پیدا بکنیم این 3 رو؟ اینجوری ببینید، یه واحد، 2 واحد و 3 واحد. این 3 ما اینجا به دست میاد. خب چه از اون ور بریم چه از اون ور بریم، در نهایت از 3 مون به این شکل ساخته میشه و به دست میاد. سمت راست و چپ خودمون رو مشخص میکنیم، سمت راست و سمت چپ. خب ببین عزیزان، الان نوک پیکانمون از سمت منفی 3 شروع کرده به رفتن، چسبیده به 3. خب به کدوم سمت رفته؟ به سمت راست رفته. مبدا اینجا، مقصد اینجا. نوک پیکان رو ببینید به سمت راست حرکت کرده، جهت حرکت به سمت راسته. چون به سمت راسته حتما عددمون یه عدد مثبتیه. خب نزدیک چند تا رفته به سمت راست؟ 1 واحد، 2 واحد، 3 واحد، 4 واحد، 5 واحد، 6 واحد. استوب میکنم. 6 واحد جهت حرکت به سمت راست میشه مثبت 6. قبوله؟ بله کاملا درسته. خب اینجا مثبت 6 رو خواهم نوشت. اما حالا پیکان دومی همون چجوریه؟ این پیکان دوممونه. پیکان دومیه بستگی داره به سمت راست بره، که اگر به سمت راست بره مثل این پیکانمون، ببینید 1 واحد رفته به سمت راست. اول از هم به سمت راست رفته و چون به سمت راست رفته اینجا میشه عدد مثبت و بعد هم 1 واحد رفته، پس اینجا میشه مثبت 1. قبوله؟ خب پس اینجا میشه مثبت 1. خب ببینید چی میشه؟ مثبت 6 مثبت 1. مقدار فضایی که جابجا شده میشه مثبت 7، یعنی کل این فضا 7 تا، 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا و 7 تا. این از این. اما ببینید اگر این پیکانه برگرده به سمت چپ، یعنی اینجوری. خب از اینجا من میتونم بگم تا اینجا که 6 تا داشتم، درسته؟ خب از این پیکان برگشته به سمت چپ، پس میشه منهای 2 تا، 2 واحد رفته به سمت چپ، منهای 2 تا 6 منهای 2. جوابمون میشه عدد 4. و این 4 چی رو بهم داره میگه؟ این فاصله ها 4 قسمت، 1 2 تا 3 تا و 4 تا. این فاصله 4 تا واحد هستش همطوری که دارید میبینید. پس 6 منهای 2 میشه 4. پس ببینید پیکان اولمون رو مشخص میکنیم علامتش. اگه به سمت راست رفته بود که به سمت راست مشخصش میکنیم. ببین از الان پیکان اولمون که ایشون باشه مشخصش میکنیم تعداد واحداشو، 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا. اگر به سمت راست رفته بود یعنی جهت حرکت به سمت راست بود میشه 6 مثبت، و اگر برعکس بود یعنی جهت حرکت به سمت چپ بود میشه منفی 6. این از این ماجرا. ماجرای شماره 2 اینجا هستش که پیکان دومی هم کدوم سمت رفته. این پیکان دومی ما اگر به سمت راست رفته بود یعنی میومد این وریه، به اضافه میکنیم یعنی به اضافه 2 واحد. خب و اگر به سمت چپ رفته بود، حالا پاکش میکنم به مقدار مشخص بشه، و اگر به سمت چپ رفته بود یعنی این وریه، چون داره به سمت چپ میره میشه 6. این 6 تا واحدی که دارمه 5 6، این 6. خب و چون به سمت راست رفته اینجا میشه مثبت. خب این پیکان دومی چون اومده به سمت چپ میشه منفی 6 منهای 2. و چرا؟ چون پیکان دومی اومده به سمت چپ. چند اومده به سمت چپ؟ 1 2 تا. چون به سمت چپ اومده میشه منفی و چون 2 واحد اومده میشه منهای 2. خب این از این ماجرا. حالا 6 منهای 2 و اینجا چند تا واحد برامون میمونه؟ 1 2 تا 3 تا 4 تا. 4 تا واحد که برامون میمونه. 6 منهای 2 میشه 4. اینجوری میتونید برای پیکان ها جمع و تفریق بنویسید. خب ادامه ویدیو حل تمرین های کتاب درسی و بررسی کتاب درسی تا همین قسمت هستش. حتما ببینید و با کتاب درسی و فعالیت ها و تمریناش آشنا بشید. در ادامه مطلب فصل 2 کتاب ریاضی هفتم هستیم. عددهای صحیح رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. از طریق کتاب درسنامه رو دیدیم، می‌خوایم بریم به سراغ کتابمون. متحرک از نقطه آ روی محیط دایره شروع کنه به حرکت کردن تا به نقطه ب میرسه و زاویه آ م ب رو میسازه. خب وقتی متحرک روی نقطه آ هستش اندازه زاویه صفره. اندازه هر یک از زاویه های زیرو با توجه به جهت مثبت و منفی مشخص شده با یک عدد علامتدار نمایش بدید، نشون بدید. ببینید عزیزان الان اینجا این تو قسمت AM هستش. خب این خطه یه خط ازش جدا میشه، میاد حرکت میکنه، اینجوری حرکت میکنه. این خطه اگر که به سمت بالا بره در جهت مثبت ها حرکت میکنه و اگر به سمت پایین بره در جهت منفی حرکت میکنه. حالا به من بگید که این خط ما اومده حرکت کرده در جهت مثبت ها حرکت کرده و
و به این شکل یه زاویه رو ساخته مثل این شکلمون. این زاویه آ م ب هستش و زاویه 40 درجه رو نشون میده. بنابراین ما می‌نویسیم 40 درجه مثبت. اینجا میتونیم مثبت رو بذاریم، میتونیم نذاریمش. این از این داستان. حالا اگر همین خط دومیه که با هم دیگه دیدیم بیاد به سمت پایین بره، یعنی بیاد تو این قسمت، قاعدتا این زاویه‌ای که میسازه زاویه منفی هست، چون در جهت منفی حرکت کرده. میشه مثلا منفی 20 درجه. منفی 20 درجه به این شکل. خب میریم برای این. ببینید 90 درجه اینجا 90 درجه در جهت مثبت ها حرکت کرده و میشه 90 درجه مثبت به این شکل. حالا میریم برای تصویر بعدی عزیزان. برای تصویر بعدی ببینید 90 درجه در جهت منفی حرکت کرده، میشه منفی 90 درجه. چرا ما اصلا علامت منفی گذاشتیم؟ جهت رو ببینید در جهت منفی رفته. اگر این سمتی میرفت میشد مثبت، ولی چون این سمتی رفته در جهت منفی رفته، پس منفی 90 درجه. خب حالا اینجا ببینید از اینجا شروع کرده به حرکت، دورش رو زده، اینجا 45 درجه باقی مونده. ما میدونیم که کل دایره 360 درجه هستش، اینو میدونیم. این 360 درجه رو اگر که بیایم ازش یه 45 تا بکنیم، 360 منهای 45 میشه 215 درجه. پس این مسیر 215 درجه هستش. رنگ رو عوض میکنم که بنویسم 215 درجه. خب پس این مسیری که اینجا داریم میبینیم 215 درجه هستش که مثبت هم هستش. چرا؟ چون جهت حرکت از سمت مثبت ها هستش که با هم دیگه دیدیمش. اینجا ببینید 45 درجه در جهت پایین رفته، پس منفی 45 درجه. خب بررسیش کردیم. میریم سراغ قسمت دوم فعالیتمون. در سال گذشته با نمایش عددهای صحیح روی محور آشنا شدید و آموختید که قرینه هر عدد منفی عدد مثبتی میشه و قرینه هر عدد مثبت عدد منفی میشه. قرینه صفر هم که خود صفره. برای نمایش قرینه هر عدد از نماد این استفاده میکنیم. ایشون در سمت چپ اون عدد استفاده میکنیم. به طور مثال با کمک محور مانند نمونه تساوی‌ها رو کامل بکنیم. خب ببینید طبق درسنامه‌مونه دیگه. الان اینجا یه 3 دارم. خب این 3 رو در کنار این 3 من این علامت رو قرار بدم، یعنی قرینه، یعنی قرینه این 3 مثبت. قرینه 3 مثبت میشه منفی 3. میشه منفی 3. تو قرینه منفی 4 یعنی چی؟ یعنی من این علامت رو میذارم و داخلش منفی 4. این علامت قرینه هستش، ایشون علامت قرینه هستش و داخل این علامت مثلا عدد منفی 4 میذارم. خب چی میخونم؟ میگم قرینه منفی 4 که قرینه منفی 4 میشه مثبت 4. خب قرینه مثبت 5. قرینه مثبت 5 یعنی این علامت قرینه رو میذارم و اینجا عدد 5 رو میذارم. خب قرینه مثبت 5 میشه منفی 5. قرینه منفی 5 چی میگه بهمون؟ میگه که یک دونه از این علامت های قرینه میذارم و داخلش عدد منفی 5 رو میذارم، میشه منفی 5. خب چی میشه الان؟ بله کاملا درسته. قرینه منفی 5 میشه مثبت 5. بسیار عالی. به این شکل. خب قرینه مثبت 7 یادتونه دیگه بعد علامت قرینه بذاریم. خب علامت قرینه رو میذارم، داخلش این مثبت 7 رو قرار میدم به این شکل. خب قرینه مثبت 7 میشه منفی 7. کاملا درسته. منفی 7. قرینه منفی 8 باز هم یه دونه علامت قرینه دارم و داخل این علامت قرینه عدد منفی 8 رو باید بذارم. بله کاملا درسته. عدد منفی 8 و قرینه منفی 8 میشه مثبت 8. به این شکل. خب میریم به سراغ سوال 3. مانند نمونه و به کمک محور بالا تساوی ها رو کامل بکنید. خب ببین الان اینجا ماجرا یک کوچولو متفاوت شده. یعنی چی؟ یعنی الان این مثبت 5 رو که من دارم اینجا گفته یه بار ازش قرینه بگیر. خب من میگم این دفعه اولی که قرینه گرفتم جواب شده منفی 5، پس جای این میذارم منفی 5. باز گفته دو بار این دفعه دوم از این جواب قرینه بگیر. خب قرینه این منفی 5 رو بخوام بگیرم عزیزان میشه مثبت 5. خب قرینه منفی 5 رو که بگیرم میشه مثبت 5. به این شکل. حالا میریم به سراغ قرینه منفی 6. شکل نشون دادنش هم ببینید. یه قرینه اینجا، این با پرانتزش، این با پرانتزش، یه قرینه هم اینجا با پرانتزش.
در کنار هم دیگه این رو ساخته 2 تا قرینه. خب بریم برای منفی 6 هم همین داستان رو بسازیم. خیلی ساده است دیگه. الان من یه قرینه میذارم، قرینه منه، مجدد یه قرینه دیگه میذارم و داخل این قرینه عدد منفی 6 رو قرار میدم. 2 تا قرینه شد. دقت کردین؟ طبق اطلاعاتی رو درسنامه دیدیم گفتیم اگر 2 تا قرینه تو یک عددی بخواد محاسبات بشه، جواب خود داخل پرانتز میشه جواب خودمون. حالا چه میخواد منفی باشه چه میخواد مثبت باشه. پس من جواب اینو اجازه دارم بذارم منفی 6. بله. خب بیایم حسابش بکنیم. حسابش که بکنیم میگیم قرینه منفی 6 میشه مثبت 6. مجدد از این مثبت 6 یه دونه قرینه دیگه بگیریم. شد منفی 6. دیدین که درست بود؟ پس بعد اینجوری انجامش بدیم. پس هر عددی بود چه مثبت چه منفی اصلا این 2 تا قرینه رو نبینید. جواب داخل سوال میشه جواب ما. حالا اگر مثبت هم باشه همون مثبت رو میزنیم جواب. پس 2 تا قرینه انگار که هیچ خاصیتی رو ایجاد نمیکنه در جوابمون. بریم سراغ قسمت بعدی. قرینه مثبت 7 اول بنویسیمش به این شکل. یه دونه قرینه اینجا میذارم. خب یه دونه قرینه دیگه هم اینجا میذارم. قرینه دوممونه. خب داخلش چیه؟ داخلش مثبت 7 است. جواب رو میدونم که 2 تا قرینه ضرب بشه در یک عددی تأثیری در جواب نداره و جواب میشه همون مثبت 7. اما این طریق نوشتنش رو باید یاد بگیریم دیگه. پس اینجا میذاریم داخل این قسمت مثبت 7. چه بذاریم 7 چه اون علامت رو بذاریم؟ تفاوتی نداره به این شکل. خب الان بگید قرینه مثبت 7 میشه مثبت 7. چرا؟ چون 2 تا قرینه تأثیر ایجاد نمیکنه. بیایم حسابش بکنیم. الان قرینه این مثبت 7 میشه منفی 7. حالا قرینه این منفی 7 میشه مثبت 7. دیدین که تأثیر نداشت؟ خیلی ممنونم. قرینه منفی 7 خب چی میشه؟ اولین قرینه، دومین قرینه و داخل اینها که خب قرار میگیره عدد منفی 7. خب یادتونه عزیزان دوستان گلم، یادتونه که اگر 2 تا قرینه در یک عددی بخواد تأثیر بکنه اصلا انگار تأثیری نداره. یعنی همون چیزی که توی سواله میشه جواب ما. واسه اینجا میذارم منفی 7 چون 2 تا قرینه میخواسته تأثیر بذاره و به این شکل جواب میشه منفی 7. قرینه منفی 7 میشه منفی 7. تأثیر ایجاد نمیکنه. بیایم حسابش بکنیم. خب ببینید قرینه اول تو منفی 7 میخواد اثر بکنه. قرینه منفی 7 میشه مثبت 7. قرینه دوم قرینه این مثبت 7 است که میشه منفی 7. به این شکل هستش که سوال با جواب هیچ تأثیری نخواهد داشت. از تساوی بالا چه نتیجه میگیرید؟ بنویسید. از تساوی بالا نتیجه میگیریم که اگر بخوایم قرینه یک عدد رو به دست بیاریم، حالا این عدد چه بخواد منفی باشه چه بخواد مثبت باشه، خود همون عدد میشه جوابمون و تأثیری این قرینه درش ایجاد نمیکنه. خب میریم به سراغ ادامه ماجرا. عددهای صحیح مثبت همان عددهای طبیعی اند. برای مثال میتونیم بنویسیم مثبت 3 بگیم چه خود 3 بگیم، چه بگیم مثبت 7 چه بگیم عدد 7. عددهای صحیح شامل عددهای صحیح مثبت 0 عددهای صحیح منفی میشوند. خب میدونید دیگه مثلا عددهای صحیح مثبت چه بگیم؟ عدد صحیح مثبت هم عدد طبیعی در نظر بگیریم یکیه 0 خودش میشه و عددهای صحیح منفی هم که جزء عدد صحیح هستن. ببینید منظورش این بوده دیگه. توی درسنامه هم با هم دیگه کامل دیدیم که اگر اینها اعداد صحیح ما بخوان بشن، خب اینجا 0 اینجا 1 اینجا 2 اینجا 3 و تا الی آخر اینجا هم منفیاشون که میشه اینجا منفی 1 اینجا منفی 2. چجوری میشه؟ الان ببینید این طیف که اعداد صحیح مثبتمون هستن، این قسمت سبز رنگ، این طیف قرمز رنگ هم عدد صحیح منفیمون هستن، این قسمت قرمز رنگ. اینجا هم که صفرمونه دیگه که دارید میبینید، درسته؟ خب الان یه ماجرایی رو داره بهمون میگه که این عدد صحیح مثبت که همون طیف سبزمون هست، اینا که عدد صحیح مثبتن، اینا که عدد صحیح مثبت هستن که این طیفمون رو در بر میگیرن، اینا چه بگیم عدد صحیح مثبت چه بگیم مجموع اعضای اعداد طبیعی تفاوت نداره، اینا خودمون اعداد طبیعی هم هستن و مجموع عدد صحیح مثبت و صفر و اعداد منفی میشن اعداد صحیح، یعنی کل اینها میشن اعداد صحیح، کل اینها یعنی کل اینها میشن عددهای صحیح به این شکل. خب میریم برای تساوی ها رو کامل کنید. مثبت 15 میشه 15. مثبت 20 رو میتونیم بگیم 20 دیگه، چه بگیم مثبت 20 چه بگیم خود 20، اینجوری
چرا؟ چون عدد مثبت. گفتیم اعداد مثبت توی محور چه مثبتشون رو بذاریم چه بدون مثبت در نظرشون بگیریم و جزو اعداد طبیعی در نظر بگیریم یکی هم تفاوتی ندارن. خب مورد بعدی قرینه مثبت 10 میشه منفی 10 و قرینه منفی 4 میشه مثبت 4. از اون طرف مثبت ضرب بشه در عدد منفی 4 تاثیر ایجاد نمیکنه. مثبت در منفی، مثبتی که ضرب در منفی بشه میشه منفی دیگه، بنابراین میشه منفی 4. مثبت ضرب بشه در منفی میشه منفی 7 طبق همین چیزی که اینجا دارید میبینید جواب شده منفی 7. و بعد منفی ضرب بشه در منفی یا قرینه منفی 7 قرینه منفی 7 میشه قرینه منفی 10 اصلاح میکنه میشه مثبت 10. خب و بعد اینجا که داریم قرینه مثبت 7 ببینید یه دونه قرینه از این مثبت 7 میگیرم میشه منفی 7 و یه دونه قرینه از این منفی 7 میگیرم میشه مثبت 7. دیدید باز هم چه عدد داخلش مثبت باشه چه منفی بشه دو تا قرینه هیچ تاثیر رو ایجاد نمیکنه. همون سوال رو چشم بسته بنویسید جای جواب. مانند نمونه برای هر حرکت روی محور یک عدد صحیح مثبت منفی یا صفر بنویسید. ببینید الان اینجا یه اتفاقی افتاده و اونم اینه که مثبت 1 شده مثبت 5. خب مثل ابتدایی دیگه ما میتونیم بگیم که یه دونه 1 داشتم به اضافه چه چیزی شده که جوابش شده 5. این دایره چی بوده؟ خب همتون میدونید که 1 به اضافه 4 میشه 5. حالا از طریق معادله هم میتونیم حلش بکنیم. چجوری؟ میگیم 1 به اضافه این دایره که شده 5 میتونم چیکار بکنم؟ میتونم 1 رو بندازم اونور. خب این 1 میره اونور. خب الان این 1 میپره اونور. خب از اون طرف چون 1 میاد اونور 1 علامتش تغییر میکنه میشه منفی. پس اینجا میشه 5 منهای 1 میاد اینور میشه منفی منهای 1. 5 منهای 1 میشه این علامت دایره. 5 منهای 1 میشه 4. پس دایرمون میشه عدد 4 مثبت. درسته؟ خب اما از این عدد 4 مثبت. این طرف هم همین داستانو داریم. ببینید اینجا باز هم منفی 1 رو داشتم به اضافه این دایره جوابی که بهم داده شده منفی 4. درسته؟ خیلی خوب. الان این منفی 1 میپره میاد اینور میشه مثبت 1. درسته؟ خب منفی میدیم میشه مثبت 1. منفی 4 به اضافه 1 میشه منفی 3. بنابراین دایره ما میشه منفی 3. خب پس اینجا میتونیم بگیم که منفی 1 به اضافه منفی 3 میشه منفی 4. اینجا رو میتونیم بنویسیم منفی 3. به این شکل منفی 1 به اضافه منفی 3 میشه منفی 4. به این شکل. خب دیگه چی میتونیم بنویسیم برای محور پایینمون؟ اینجا من تک به تک این محور رو براتون بررسی میکنم که دیگه یاد بگیرید. الان ببینید این صفره به اضافه چی شده اینجا 4. یه دونه صفر دارم میبینم اینجا یه دونه 4 دارم میبینم. این صفره به اضافه چه عددی شده و اینجا 4 رو بهمون داده؟ مساوی است. خب این صفره اینجا این صفره به اضافه 4 شده و اینجا عدد 4 بهمون داده. گفتیم که چه بنویسیم 4 خالی چه بنویسیم مثبت 4 فرقی نداره یا به اضافه مثبت 4 شده. خب ببینید اینجا این صفر رو داریم اینجا این منفی 3 رو داریم. این صفره به اضافه چی شده منفی 3؟ خب صفر به اضافه یه دونه دایره شده منفی 3. صفر تابلو دیگه به اضافه منفی 3 شده. از این طریق میتونیم صفر رو ببریم اونور تاثیر ایجاد نمیکنه و جای دایره بذاریم منفی 3. بنابراین میتونیم بگیم که اینجا منفی 3 که خود کتاب نوشته. خب میریم سراغ محور پایینیمون. خب ببینید باز هم اینجا ما محور داریم. حالا اینجا این قسمت یه سریاشون میسپارم به خودتون دیگه چون یاد گرفتید. مثبت 11 مثبت 9 مثبت 11 این نقطه‌ای که فکر کنم من داره شروع میشه نقطه ابتدای من مثبت 11 به اضافه چی شده مثبت 9. ببینید مثبت 11 به اضافه منهای 2 شده. پس اینجا میتونیم بگیم که میشه منهای 2. جوری متوجه شدیم؟ خب خیلی ساده است دیگه. 11 میره اونور میشه منهای 11 منهای 11 و 9 جمع تفریق میشه و جوابی که بهمون میده میشه منهای 2. پس روی این پیکانه میذارم منهای 2. خب باز نقطه شروع پیکان من مثبت 7. مثبت 7 رو میذارم به اضافه چی شده که دایره که شده مثبت 5. جوابی که اینجا داده مثبت 5. مثبت 7 به اضافه چی شده که جوابی که بهمون داده مثبت 5.
خب میام اینجا بررسیش میکنیم. فقط کافیه که بگیم که مثبت 5 اضافه منهای 2 شده. یه چیز طبیعیه. حالا اگه بتونیم به دستش بیاریم مثبت 7 رو میاریم این طرف مساوی، میندازیم این طرف مساوی، مثبت 7 بیاد این طرف مساوی، علامتش تغییر میکنه، از اینجا حذف میشه میاد اینجا میشه منفی 7. خب منفی 7 و مثبت 5 میشه منفی 2. پس اینجا دایره من به دست اومد منفی 2. پس میتونم بگم که اینجا میذارم جای دایره منفی 2. مثبت 7 به اضافه منفی 2 شده و شده مثبت 5. بسیار عالی. سراغ این پیکان کوچولوه میریم. چقدرم کوچولو جذابه. خب ببینید اینجا مثبت 3 نقطه شروع پیکانمونه. اینجوری به اضافه یه دونه دایره میسازه مثبت 3 رو. مثبت 3 به اضافه چی شده مثبت 3 به نظرتون؟ مثبت 3 به اضافه 0 شده. چرا؟ چون این مثبت 3 میاد اینور میشه منفی 3. مثبت 3 و منفی 3 جوابی که بهمون میده جواب 0. مثبت 3 و منهای 3 جمع تفریقی باشن جواب میشه 0 اینجا. پس میتونم بنویسم اینجا عدد 0 رو. بنشد. خب حالا میریم به سراغ اینجا. مثبت 1 نقطه شروع پیکانه به اضافه چی شده که شده عدد نقطه پایان پیکان منفی 1. خب به نظرتون مثبت 1 به اضافه چی شده؟ خب مثبت 1 رو میارم این طرف داستان میشه منفی 1 و از اینجا جواب به دست میاد منفی 2. یعنی دایره به دست میاد منفی 2. مثبت 1 به اضافه منفی 2 شده و جوابمون شده منفی 1. پس اینجا میتونیم بذاریم منفی 2. طبیعی هم از منطقیه. منفی 2 میتونیم هم رو ببینیم براتون بگیم. مثلا بگیم که یه مثبت 1 بشه منفی 1 روی پیکان نمایشش بدید که شما این شکل مثبت 1 رو وصل می‌کنید به منفی 1 و اینجا منهای 2 رو قرار میدید. خب میام اینجا باز هم نقطه شروع پیکانمون که مهمه منفی 2 و نقطه پایان هم شده منفی 4. منفی 2 به اضافه چی شده منفی 4. خب از اینجا میتونیم بگیم که منفی 2 به اضافه این دایره که میشه منفی 4. این دایره رو که میخوایم بذاریم منفی 2 رو میبرم اونور مساوی، این منفی 2 میاد اینور مساوی میشه مثبت 2. منفی 4 به اضافه 2 میشه منفی 2 و از اینجا دایرمون به دست میاد منفی 2. پس منفی 2 به اضافه منفی 2 شده منفی 4. بسیار عالی. قسمت دوم سوال. وقتی دو حرکت پشت سر هم انجام میشه میتونیم یک جمع بنویسیم. مانند نمونه برای هر حرکت یک جمع بنویسیم. طبق درسنامه است و فقط سوال برامون آورده. خب ببینید الان اینجا 3 تا واحد اینجا داریم. این 3 تا واحدمونه. 3 رو میذارم. 2 تا واحد هم اینجا داریم. این 2 تا واحدمونه. 2 رو هم اینجا میذارم. هر کدومشون واحدشون مثبت دیگه، مثبت 3 و مثبت 2. جوابی که بهمون میده میشه مثبت 5 که این باشه. خب این برای قسمت بعدی. ببینید اینجا پیکان اولی هم که بزرگه باشه 4 واحده. مثبت 4 خودش نوشته. پیکان دومیمون 2 واحده. مثبت 2. اما این 2 واحد به سمت عقب رفته و چون به سمت عقب رفته اینجا منفی میشه. پس به اضافه منفی 2. مثبت 4 به اضافه منفی 2 جوابمون میشه عدد 2. خب حالا میریم به سراغ قسمت بعد. خب ببینید اینجا باز دوباره اینجا منفی 2 رو داریم. اینجوری میشه. خب از اینجا هم یه منفی 2 هم اینجا داریم به اضافه این منفی 2. یه منفی 2 هم اینجا داریم. واحدی که جابجا شده پیکانه به سمت چپ رفته به خاطر این منفی 2 شده. یه دونه منفی 2 دیگه جواب میشه منفی 4. خب سوال بعدی ببینید اینجا. خب اینجا رو ببینید. این پیکانمون. پیکان بزرگمون که ایشون باشه 1 واحد، 2 واحد، 3 واحد، 4 واحد، 5 واحد، 6 واحد. 6 واحد به کدوم سمت حرکت کرده؟ به سمت راست. پس میشه 6 مثبت. خب پیکان کوچولو رو ببینید. این پیکان کوچولو ما 1 واحد، 2 واحد، 3 واحد. 3 واحد حرکت کرده به سمت چپ. پس میشه منهای 3 یا منفی 3. خب 6 منهای 3 جواب میشه 3. 3 مثبت. 3 مثبت. خب الان ببینید 1 واحد،
2 واحد 3 واحد. اینجا 3 مثبت رو داریم. خب به در نهایت این ببین پیکان بزرگمون چند تا رفته. خب این الان پیکان بزرگمون هستش. این چند تا رفته؟ 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7. 7 تا واحد رفته به سمت عقب، یعنی میشه -7. میشه -7. خب اینجا می نویسم. خب حالا پیکان کوچولو رو میشماریم. ایشون باشه 1 واحد 2 واحد 3 واحد. 3 واحد به سمت راست رفته، یعنی 3 مثبت. خب -7 به اضافه 3 میشه -4. ببینید قشنگ دست ما جوابمون -4 که این جواب ما هستش. خب روی محورم اگر نشون بدیم 1 واحد 2 واحد 3 واحد و 4 واحد میشه -4. خب حالا سوال 3 مون عبارت -4 منهای به اضافه 2 که جواب میشه -2. خب رو میتونید به صورت تفریقی که در دوره ابتدایی نوشتید تبدیل کنید، یعنی -4 منهای 2. ببینید چه اتفاقی افتاد. این قرینه است دیگه. الان این منفی که اینجا دارم میبینم ضرب میشه در این مثبته، منفی ضرب میشه در این مثبته. پس میگیم -4 منفی ضرب در این مثبته منهای 2 -2 -4 چون منفی ضرب در این مثبته. -4 منهای 2 میشه -2. پس اینجا جواب میشه -2. حالا همین رو میتونیم اینجا هم بنویسیم دیگه. این 4 رو بگیریم، عدد 4 مثل ابتدایی به شکل ابتدایی میتونیم بنویسیم. این 4 میشه 4 جای این -2 بذاریم منهای 2. جواب میشه عدد 2. اینجا مثبت 2 میشه. جواب میشه عدد 2. 4 منهای 2 که میشه عدد 2 به این شکل. حالا همین رو گفته شما اینجوری بنویسید. 8 منهای 5 که میشه 3. یا میتونیم بگیم 3 یا میتونیم بگیم مثبت 8. خب منهای مثبت 5 که از این طریق هم میتونیم بگیم که میشه مثبت 3 که به این شکل هستش که مثبت 8 منهای مثبت 5 میشه مثبت 3. این -5 منهای 3 میشه مثبت 3. پس -5 به اضافه 3 جواب میشه -2. این از این. و الی آخر ابتدا تفریق ها رو به جمع تبدیل کنید. سپس در دفتر خود برای هر جمع یک محور رسم کنید و به کمک اون حاصل رو به دست بیارید. خب تفریق رو میام به جمع تبدیل میکنم. شده 8 به اضافه منهای 5 میتونم 8 منهای 5 دیگه. 8 منهای 5 میشه عدد 3. حالا اینو گفته که بیاید روی محور نمایش بدید. خب الان این پیکان من میشه عدد 8. خب به این شکل. اینجا منهای 5 رو میخوام نشون بدم با پیکان قرمز رنگ. 5 تا میام به سمت عقب. چرا میام به سمت عقب؟ خب اینجا 5 تا میام به سمت عقب. خب 8 منهای 5 جواب میشه 3. این 3 از کجا اومد؟ اینجا. ببینید روی واحد 3 1 واحد 2 واحد 3 واحد. اینجا هم که عدد 0 2 3. خب پس این میشه عدد 3. اینو به این شکل نمایش دادیم. حالا میریم برای این قسمت -4 به اضافه 7. خب الان میشه -4 به اضافه 7 دیگه که -4 به اضافه 7 میشه مثبت 3. -4 به اضافه 7 میشه مثبت 3. خب اینو میریم روی محور نمایش میدیم. اینجا ما داریم مثبت 7 رو. پس پیکان بزرگمون میشه مثبت 7. پس شروع کنیم به کشیدن. 1 اینجا 0 2 3 4 اینوری. حالا چی گفته؟ این مثبت 7 مونه. اینجا 7 اینجا هم که 0. چون 7 اومدیم 6 تا بعد خط بکشیم دیگه. 1 2 3 4 5 6 میشه. حالا این 7 رو که داریم -4 دیگه. اینجا این -4 رو میایم به سمت عقب. 4 تا میایم به سمت عقب. و چون 4 تا میایم به سمت عقب اینجا -4. ببینید اینجا این -4 و ما 4 تا به سمت عقب سویچ میکنیم. 1 2 3 4 1 2 3 4. خب اینجا میشه مثبت 7 منهای 4. جوابی که بهم بوده عدد 3 هستش. اینجا عدد 3 هستش. 3 1 2 3 که این 3 رو اینجا داریم میبینیم. خب و به همین ترتیب الاخر باز من این رو میخوام که خودتون انجام بدین. هم این میریم با سراغ قسمت بعد.
خب عددها رو با هم مقایسه بکنید. 0 بیشتر یا منهای 14. هر چقدر به سمت راست محور میرید عدد بیشتر میشه. ببینید اینجا خب ببینید اینجا الان عدد 14 رو دارم میبینم، اینجا عدد 0 رو دارم میبینم. هر چقدر به سمت راست محور دارم نزدیک میشم. اینجا هم که منهای 14 رو اینجا بذارم. خب هر چقدر که به سمت راست محور میریم عددمون بیشتر میشه. این 14 بزرگتر از این 0 هستش. و هر چقدر که به سمت چپ داریم میریم به این سمت عددمون کوچیک‌تر میشه. این منفی 14 کوچیک‌تر از این 0 هستش. پس به این شکله. پس اینجا 0 بزرگتر از این منفی 4. اینجا دیگه داره کوچیک‌تر میشه منفی 4. پس این 0 بزرگتر از منفی 4. خب حالا این دو تا عدد رو گفتم مقایسه بکنید. بسیار ساده. قرینه مثبت 8 میشه منفی 8 و قرینه منفی 8 اینم خب قرینه مثبته که میشه اون منفی 8. قرینه این و این با هم که برابر میشن دیگه. خب اینم از این. مثبت 7 و این هفته تفاوتی نداره با هم که برابرن. منفی 27 که خب یک معلومه که بیشتر از این منفی 27 خواهد بود. خب مانند نمونه گسترده عددها رو بنویسید و به جمع تبدیل کنید. خب چی گفته؟ گفته منفی 237 یه منفی 200 بوده، یه منفی 30 و یه منفی 7. اینجوری میتونیم بگیم، یا میتونیم بگیم منفی 200 به اضافه منفی 30 به اضافه منفی 7. مثبت 30 مثبت 5 مثبت 400 مثبت 30 مثبت 5. یا میتونیم بگیم که 400 به اضافه 30 به اضافه 5. هر دوش درست. منفی 2040 منفی 2000 منفی 40 این یکی. منفی 2000 به اضافه منفی 40 بشه. هر دو درست. حالا چی گفته؟ عدد قبل و بعد هر یک از عددها رو بنویسید. الان منفی 171 قبلش چی میشه؟ منفی 170 و منفی 172. منفی 172. این طرف منفی 5 قبل منفی 5 منفی 4 و بعد منفی 5 منفی 6. عددها رو داره تقریبا به محور نشان دهید. منظورش این منفی 5. خب منفی 5 رو اگه بخوایم نشون بدیم این بازه میفته. خب منفی 171 رو اگه بخوایم نشون بدیم این بازه میفته. منفی 171 این نقطه میفته. اینجا هم که منفی 5 بودش. اینجا منفی 5 اینجا منفی 171. جمع تفریق عددهای صحیح 1 تا اینجا مثال رو با هم دیگه حل کردیم. خدا نگهدار همگی شما دوستان.